وصیت 20، فضیلت 2 رکعت نماز بامداد. از عبدالله پسر عمر رضی الله تعالی عنهما روایت است که مرد گفت: ای پیغمبر خدا، مرا بر عمل دلالت نما که خداوند ثوابم عطا نماید. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: 2 رکعت یعنی سنت نماز بامداد را همیشه ادا نما، زیرا این 2 رکعت فضیلت دارد. روایت طبرانی. از عبدالله پسر عمر رضی الله تعالی عنهما روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: 2 رکعت یعنی سنت نماز پیش از بامداد را ترک نکنید، زیرا در این 2 رکعت مژده‌ها است. از عایشه رضی الله تعالی عنها روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: 2 رکعت نماز بامداد از دنیا و آنچه در دنیا است بهتر است. روایت مسلم. وصیت 19، ترک گناه نمودن، به طاعت و ذکر خدا مشغول شدن. از مادر انس رضی الله تعالی عنها روایت است که گفت: ای پیغمبر خدا، مرا وصیت نما. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: گناه را ترک نما، زیرا بهترین هجرت است. فرضها را همیشه انجام بده، زیرا بهترین تلاش است. ذکر خدا را بیشتر نما، زیرا دوست داشته ترین عملی که نزد خداوند است و انجامش میدهی. روایت طبرانی. از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت شده است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده اند: خداوند متعال می فرماید: من برای بنده ام آنگونه هستم که او نسبت به من گمان می برد و من با او هستم آنگاه که مرا یاد می کند. اگر مرا در قلب خود یاد کند، او را یاد می کنم، و اگر مرا در میان جماعه یاد کند، او را در میان جماعه بهتر از جماعت آنها یاد می کنم، و اگر یک وجب به من نزدیک شود، 1 ذراع یعنی 1 گز به او نزدیک می شوم، و اگر 1 ذراع به من نزدیک شود، 1 باع یعنی 4 ذراع به او نزدیک می شوم، و اگر با راه رفتن یعنی آهسته به سوی من بیاید، من با سرعت به سوی او می روم، یعنی رحمتم را به او زیاد می گردانم. از معاویه رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به نزد حلقه نشسته صحابگان برآمده گفت: برای چی نشسته اید؟ گفتند: برای ذکر و حمد گفتن خدا که ما را به اسلام هدایت نموده است نشسته ایم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: آیا تنها برای خدا نشسته اید؟ گفتند: سوگند به خدا تنها برای این نشسته ایم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: اما من شما را سوگند یاد نمودنم برای آن نبود که باورتان نکنم، ولی جبرئیل علیه السلام آمده خبرم نمود که خدای عزوجل در نزد فرشته ها از شما اظهار خوشنودی نمود. روایت مسلم و ترمذی.